با زبان پرتوان شما مردم فکر میکنید، حق هم اگر میخواهید برای شما میخواهید. این حق خواستن به معنای دشمنی با حزب اسلامی و جمعیت نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب همدیگر را تحمل بکنند، در صدد حد یکدیگر نباشد. ما این افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم، برای از این مسئله که وحدت ملی را ما چرا؟ از خاطر اینی که برادرایی که در پشاور بود در سال 67 ما را حذف کردند، ولی ما عقده‌ای برخورد نکردیم. ما برای مردم ما حق میخواهیم و میخواهیم در تصمیم گیری شریک باشیم. هر کس تو این مملکت خیانت بکنه باید بهش بگیم. راه حذف در افغانستان تمام شد و کسی نمیتوانه کسی را، ملت را، احزاب را و حزب را و مذهب را حذف کنه. یک راستای تفاهم و پذیرشی هم میگم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خائن ملی افغانستان. با همه این مسائل ما اثبات کردیم که نمیخواهیم جنگ های حل باشه. این افتخار ملی را حزب وحدت دارد. این به این معنا نیست که امروز ازبک و پشتون و هزاره علیه تاجیک موضع بگیرد. تاجیک برادر ما از ملت ما و یک کتله بزرگی از این سرزمین است. این به معنای دشمنی نیست. ما در این راستا تلاش میکنیم که یک روز این دشمنی را با تفاهم بین این چهار تا ملیت حل